سلام علیکم. ایدام الله حاجی میرزا، به نام خداوند بخشنده مهربان. خب آیا بگوید که من دیوس هستم یا نه؟ من یک زن داشتم، از برای فرزند شده از پدر و مادرم و زنم مصلحت گرفته زن دویم گرفتم. زن دویمم خب سر لیچ و اداره نشین بود. من با او گپ زنان کردیم. او با من گفت که من دختر نیستم. من با او گفتم میلش من راضیم، لیکن با همراه من بودن بر من خیانت نکن. او با من گفت که پدر من از زنداریت نفهمد، من با پدرت خودم همش رو میفهمانم. گپ های ما پخت و ما توی کردیم و در بین 3 سال 2 فرزند تولد شد. زندگی ما خوب بود. خب زنم به من گفت که من به کار میبروم. من راضی شدم. با او گفتم که خودت را احتیاط کن که از پشتت یگان گپ نبراید. او گفت که مرا خدا زد است که من خوبی های کرده شما را از یادم برارم. خب و یک چند قسم خورد و من میلش گفتم و باز میبینیم. از بین 1 سال گذشت. من بر روسیه به کار رفتم. از آنها خب از آنجا به خب امکانیتم سومم را روان میکردم. 8 ماه در آنجا بودم. وقتی که از روسیه برگشتم، یک زن همسایه گفت که زنت با یک مرد بیگانه میگردد. مرا باورم نآمد. زنم را گفتم که از پشتت گپ‌های زیاد است، اگر راست باشد من جوابش را میدهم، برآمده میروم. جوابت را میدهم، برآمده میروم. قسم به قرآن و به خدا خورد که مرا خدا زده است که شما را در چشمتان خاک زنم. این خوبی های شما را از یادم نمی رود و 2 فرزندم را هیچگاه صغیره نمی کنم. من باشم از قفای این زن پاییدم. خب آن مردی که با او میگشت او را دیدم. اونم با زن 3 طلاق خورد که ما یگان رفت و آمده با زن تو نداریم. بین عید رمضان و قربان بود که هر دو اونها را من یک جایه در زنا داشتم. من درک شدم، خواستم که هر دویش را بکشم، لیک خدای کریم و رحیم به من صبر عطا کرد و من فکر کردم که از پشت 2 حرام شده مرا سود میکنند. احوال پدر و مادر پیرم چی میشود؟ بگوید که خدای کریم با 2 زناکار در قیامت چی جزا میدهد و بگوید که من با این قدر زندگی کرده دیوس شدم یا نه. در تاجیکستان ما مردان بسیارند که سیر زنهایشان را پنهان میکنند. از شما خواهش میکنم که این را در روز جمعه بگوید که من ثبت آواز شما را خریداری نمایم. با احترام، یک مخلص اشدی شما، در پناه اسمت خدا باشید. نه برادر عزیز، شما دیوس نیستید، ولی ببینین شخصانی که خانه حلال دارن، برادر عزیز و گرامی، خانه حلال دارن، وقتی با مردهای بیگانه این زنهای اونها رفت آمد میکند، اینها از دیوس شدن میترسن که اگر من در نکاح خود زن داشته باشم که به غیر من با دیگر مردهای عشق ورزی کنن، یعنی من از جمله دیوس ها هستم که نماز و روزه من در پیش خدا قدری ندارد. ولی جای تأسف اینجا این است که همون شخصی که خانه همین آدم حرام میگرداند، او برای یک خانه را پاره کردن، یک خانه را از بین بردن، فرزندای او را موردی گویم عذاب و مشقت قرار دادن، خب بزم این قیامت و دوزخ این انسان تا چه اندازه وحشتناک بودن، چرا نمیترسن؟ چرا همین را فکر نمیکنن؟ ای انسانی به انصاف، برادر عزیز، آخه شیطان دشمن آشکارای انسان است. شما شهوتاتون دارین. پیامبر گرامی گفتند اگر چند هر چی شهوتای شما طغیانگر باشد شما روزه گیرین، ولی به زنا دست نزنید. ولا تقربوا الزنا. خدا در قرآن ولا تزنوا نگفت، یعنی زنا نکنید، نه، به زنا نزدیک نشوید، به زنا نزدیک نشوید. حتی مثال ببین زنهایی که خانه حلال دارن، ما را تا چه اندازه همین انسانی که خانه همون را حرام کرده است آزی رو پرسش میگه من مسلمانم، من مؤمنم. اگر همون رازی تو گویی تو نه ایمان داری نه اسلام داری، گفت تا کجا میخیزه؟
برای همین دادر عزیز شما دیوس نیستین. شما خوب کردین که این زن از بالای خود دور کردین. کوشش کردین که همون فرزندا را در تربیت خودتان گیرین، زیرا که اون مادری که اگر دستی به زنا زد و به زنا آموخته شد دیگه او به تربیت فرزندم نمیرسد، او دیگه پروای فرزندم ندارد. حتی برادرای عزیز، شوهری برای من آمد مراجعت کرد که بیگاهی شام است، کودک میده که اولی 1 ساله نیست، 1 ساله نیست. بچه میگه من در عصر هر وقت میگه در حالت که خفتن می آمدم. این بیگه میگه چیکار شده؟ من در حالت عصر خانه آمدم، همون کودک 8 ماه در گهواره بستگی، زن درکش نیست. میگه وقتی که پرسان کردم دیگر کردم، بعضی از انسانهایی که در نزدیک من بودن گفتن که اگر گویم مقصد بزنت خبر نمیدی که ما گفتیم. گفتن نه ما نمیگویم، ما چیزی نمیگویم. بعد از آن گفتن که فلان آدرس تا میروی زن در همون جا است. ببینید 8 ماه 9 ماه کودک در داخل گهواره، زن در یک خانه قطعی 3-4 تا زن، 3-4 تا گویم یک بقهای حرام در همون خانه عشق ورزی دارد. تا چه اندازه را خانه حلال کودک در داخل گهواره. این بیرحمی ما را ببینید، این بی ایمانی ما را ببینید، این از خدا نترسیدن ما را ببینید. آخه ناکس تو یک دختری مثال قدی راه کوچه، مثال کوچه را افلاس میکردگی را که هم زنا های خیلی پی او گشتی. آخه خانه حلاله که این بیچاره صاحب کودک، صاحب شوهر. برای همین شما دیوس نیستین. برای همین شما دیوس، شما وقت دیوس میشوید که اگر این گونه زن در نکاح شما باقی ماند، هم با شما گویم که همسر است، هم برای دیگران همسر است. اینجا در شما البته دیوس، همون دیوسی که میگوین، همون دیوس شما از جمله هم دیوس ها و حساب میروید. السلام علیکم بابای حاجی، ما یک مخلص شما. من از ناحیه یاوان سوخازی 2 میباشم. درد من بسیار کین بوده است. من 5-6 سال بی فرزند هستم. کمی درباره فرزند میگفتید که دنیا در نظرم تاریک گشته است. شب و روز در سر جای نماز ذکر خدا میکنم و خلاص. در بین 5-6 سال دیگر آب چشمم از ریختن تاب شد. دلم سیاه است. خب که کجای رفتنم ناامید. خب یک ملا گفت که شیطان ناامید است، بنده با امید است. من به فرزند چیکار کنم؟ سر زنده به خواب برده نشود. در همین روز جمعه با همه جماعت دست به سوی خدا دعا طلب کنید که همین دولت مراد را یک فرزند صالح دهد. خدایا به فرزندی در طاقت ندارم و نمیتوانم. دوست خداوند حاجی میرزا دعا کنید که من در نزد شما هستم. این برادر عزیز ما خیر، خداوند صاحب فرزند سالم و صالح گرداند. و فرزند بسیار میوه دل است. فرزند میوه دل است. خدا در قرآن ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، من شما را در میوه هاتون امتحان میکنم. امام شافعی میگه المراد من الثمرات، همین ثمراتی که خدا در قرآن گفته است مراد از میوه، المراد من الثمرات الولد، این مراد فرزند است میگه. یعنی خدا فرزند در قرآن همچون میوه دل یاد کرده است. خدا برای این برادر ما دولت مراد این میوه دل را نصیب روزی گرداند و فرزند خوب باشد، فرزند زیبا باشد، فرزند خوش اخلاق باشد، فرزند باشد که گفتی خدا و گفتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اجرا کننده باشد و آینده در حق پدر مادر چی در دنیا چی در آخرت دستگیر باشد. آمین یا رب العالمین. ولی برادرای عزیز و گرامی، کدام شما به فرزند ماندید شما غمگین نشوید.
خدا در قرآن میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکورا او یزوجوهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر. این پروردگار دانا و صاحب قدرت است. میگوید بعضی از شما را من دختر دادم، بعضی از شما را بچه دادم، بعضی از شما را دختر و بچه دادم و یجعل من یشاء عقیما، بعضی از شما را تماما زنهاتون نازاینده گردانیدم. یعنی خدا میگه من نازایندش گردانیدم تا وقتی که اگر باز همون اراده خدا نرود زن تو زایده نمیتواند. برای همه این در ید قدرت الهی است. شما دعا کنید، خدای مهربان ان شاء الله دعای شما را قبول میکند. حضرت شعیب و حضرت لوط علیه السلام فقط دختر داشتند، بچه نداشتند. حضرت ابراهیم علیه السلام فقط بچه داشت، دختر نداشت. محمد صلی الله علیه و سلم هم بچه داشت هم دختر داشت. ولی حضرت عیسی علیه السلام، حضرت یحیی پیامبر تمام فرزند نداشتند. برای این خداوند بزرگ است. شما دعا کنید، خداوند برای شما فرزندای خوب می‌دهد.